بابایشان من یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت، به من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا خوردم. آن به من بسیار معقول شد. در وقت صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز، این همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یک دیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیلی ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران درمونی خودم. این خوب نیست دادر عزیز. حکایه میکنه هارون رشید پیشش 2 کنیزک آوردن برای فروختن. یکیش دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میده میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهری مابانیا بچه داشته. خوب پادشاه هر دو دید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو دید گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. گفت علیکم بالابکار، پیغمبر خودن دختر گیره. فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین و دهان پاکیزه دارد، دوم رحم پاک دارد. وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول دعا کنه من زن گرفتم، از رفتن چی تو زن گرفتی؟ گفت که یا بیوه گرفتم، رنگ این دادر برید. وقتا چون دختر نگرفتی؟ که دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفتیگه، شوخی هم نمیفرش دیگه. اوی حدیث است عزیزان من خوب این داده رو نمیگم نگیر، فقط مشورت دادستم، اختیار داره، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن درد سری ما شدن. پس آنی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا، لیکن بیوه خیلی دختر نغزه لیکن خوشرو نه. که با او بیوه فهمید، گفت که تقصیر آخر بین من و بین این یه شبه. گفت یه شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتیش میمونه. گفت بنابر من گیر. گفت کرای گرفتن که او دخترم او کنیزم دانا بوده. بگو آره تقصیر راست میگی، گفت بین من و بین و یک شب فرق هست، لیکن داخل با یک شبی است که برابر 1000 شب لذت داره. او بچه های خوشی بود. من به این دادر عزیز مشورت میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت و هر دو به یکدیگر پیمان کنه که زندگی تانا ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما گرفتن، زندگی شیرین داشتن، میتونه خوب یکدیگر تانا گیره، باقی نداره، کلانی و هیچی فرق نمیکنه. وقتی که شما رو حرمت کند، وقتی که شما رو دوست داره، وقتی خوبیش است. او در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است. یه سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی، با فکر در دخترها رو ودو بیچاره بعد در نمیره موند، اینش خوب نیست. من نصیحتی من برای تو همون نصیحتی است که رسول اکرم برای جابر کردن. علیکم بالابکار، شما دختر گیره. گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر منوش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اند کم قناعت میکند. مثلا بیوه مردم اگر او شوی پیشنگیش ده نقصتر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با اون طرف شما است و شاید در دستی تو قناعت نکنه چند. اما دختر باشه او میگه زندگی هم شمین است،
بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شبا خوتم که برای قناعت میکنه. همش همین است گفته. اونم مشورتی من برای تم احتیاط کن، فکر کن و دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را هوشیاری نصیبش کنه در انتخاب همسر با فریب نخوردو. اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد بینشان الفت و محبت پیدا کنه، یک دیگر شان دوستان و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کن. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام ما گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نه داده کسی شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایی تا شدن میگرد و این شر نه نام امام گرفتم چم. بچه خوب بدای طالب علم بدای نوه طالب علم تا ملا میشن که خونیجگر میشن تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دوم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد و فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سبب آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکنن از میشد شاید به خاطر این کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوست. چی خوب. او این مار از کجا که براد کوشش میشه ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاة. مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش و یا سنگی دست ریزن وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور درو کردن میگیری، اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های کش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن است. مار و کژدمه رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندیش تا که یک مار یا کژدمه پیدا شد در حالا یکم سنگه یگان جای در طور سری دو تزنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتن. خب این بچی خوب بوده یگم چند این 16 سوال نوشته این همین وقتی ما رو تاشا هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد نماز خوانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم چون خون که بانوها طهارت میشه کنه با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شویم مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بوده این نه؟ بچی نست نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، من قوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست، گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش کردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. نمیچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چون به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همه حاصلش درست است یا نه؟ درست است. او هیچ کراهت نداره. که خان گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آوازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین یه جایی که قضیه زنت آوازی کنی حمام درام بدی هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگوی خواندن شرط نیست میچم. نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین داری حمام به نیتی آوازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم
همسرم که علاقه جنسی کنم که از ما بازی کنم از جنابت با همین خودش نیت میشم کمپیر قصید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سر تو برز آمدن گیر ها بچی خوش رو اگر خیلی کنه 2 روز پس گپای من تمام میشه بگذاریم دیگه مگر هم بلیت با پیشتر کنیم برون خانمو خوب باسی سوال داره خیلی بچی ناز علیکم السلام خودم همی جایی سلامت باشی بچی خدا نگهدار اینا مخلصای من در حفظ خدا باشی خب میخواستم در حق پدر و مادر و پسر کلامی که همین روز خبر اومد که دیون پاره قرآن ختم بارک الله خوشا به حالت دادر ما خدا نگهش داره خیلی عاشق ما است خداوند پدر و مادرش سلامت داره فرزند عزیز که در راه طلب قرآن است و حفظ قرآن خداوند دا حفظ کامل و ذهن خوب و محبت قرآن نصیبش کنه با حافظی کل قرآن شو با توی عروسیش خداوند نصیب کنه یک جایی با شما باشیم برای پدر و مادرایی که فرزنداشان اهل قرآن میکنن بازم میگن خوشا به حالتان عزیزان من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث انس است که طبرانی روایت میکند یقال لقارئ القرآن روز قیامت که مژده خداوند حافظای قرآن کسانی که قرآن حفظ کردن و اذیاد کردن میفرمود است که دست پدر و مادر گیر جنت بیا دروازه جنت می درآمدیان براق سوار میشوند خودش و پدر و مادرش حدیث طبرانی است در کتاب تربیت الاولاد محمد قاسمی ترجمه آورده است سوار براق که میشدن خداوند چی میگفته یقال لقارئ القرآن این حدیث امام مسلم هم است اقرأ ورتل وارتقی فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها ببینه چی مکافات است ای بنده من قرآن اکن آغاز کن خواندنش شروع کن باز هم با آرامیش با تجوید ملایم خوان ورتل منو شمین ورتقی برآمدن گیر براق شاید این فایزه که ما شب آمدیم 250 کیلومتر در یک ساعت او براق الهی ساختگی برای بندگان شاید در یک ساعت 2,500 کیلومتر میپره شاید 250,000 کیلومتر میره تیز رفتاریش یک سوار شو برآمدن گیر فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها در کجایی که تمام میشه و قرآن آنجا قرارگاه تو و قرارگاه پدر و مادر توست خوشا به حال پدر و مادرایی که بچه هاشان در راه طلب قرآن میگذارند از بحر آغوش گرم خود از بحر نوازش و مهربانی خود میگذارند و فرزند نزد استاد میبرند شاید رنج میکشد شاید ناراحتی میکشد اما در همش صبر میکنند بچه‌شان قرآن خوان میکنند بچه‌شان حافظی کل قرآن میکنند خوشا به حالشان که این مکافات انتظار اونهاست خداوند دادر ما را از این مکافات با همسرش با نصیب کند شما را هم عزیزان من از قطار شما ما را هم خداوند بیرهامان و فرزندامان حافظ قرآن کند و از این مکافات به نصیب کند خوب با کی سوال دارم بابایشان کواس نوشیدن درست است یا نه کواس شنیده من نمیدونم چم این ترکیب چی داره اگر مست کنه حرامه اگر مست نکنه برای سلقینی باشه خوش این از آدمایی که میخورن عبیه پرسی بچم مولای مسجد آدم کم کم اگر خورم یا رو پرسی بیا میدونم من نخوردم ای بچگیم تا این رو نه نیمنات چه خوردم نه این چه خوردم نه وایشه نمیدونم بشم بازم میگم حکم شرع همین است اگر مست کنه کل مسکرین خمرون قلیله و کثیره حرامون هر چیزی که مست کنه حرام است خب کمش قضایی لیکن مست نکنه با که نداره بچم بابایشان برادره که نماز میخواند با دخترش با محرم سخن میکند حکم آنها از نظر اسلام چی؟ برادره که نماز میخواند با دخترای نامحرم صحبت میکنه خوب صحبتش اگر رفت و برای حوث و برای چشم چرانی و برای شهوت نباشه برای کار باشه مثلا من شما دکان در بازار دکان داره
زنها و دخترها میبیان سودا میکنن، قطیتان گفتگو میکنه، خرید و فروش ده، این باکی نداره. اما صحبتش به هوس باشه، صحبتش به نگاه با شهوت باشه، صحبتش به خاطری آن باشه که رو در دام خودت غلطانی و فریبش کنی، قولش کنی، به قول خودم کنی، این صورت حرام است این صحبت. زیرا عزیزان میگن تکون نظرتون ثم خطرتون ثم خلوتون ثم خطیئتون. همه سرچشمه زنا از همین نگاه و گفتگو پیدا میشه. وقتی که تو نگاهش کردی به هوس و به شهوت، در دلت الکایده فکری وای پیدا میشه، وای کی برفت سودا کریسی هوش دقفای اوی است، چیکار کنم؟ پگه تلفنش یاوم، پگه در کدام اسگاه قتیش یاوم باید بار دیگه واخرم. همین نقشه کشیده میستی، این خطره میگن، نقشه دل. در دل این خیرها گذاشته میگرن. خوب بعد این چی میشه؟ با ثم خطوتون، بعد تلفنش که یافته تلفنش میکنی، جای واخری رو بعد تعیین میکنی، بعد قدم زده میری رود سیاه میشه. ثم خطیئتون، بعد پیش که رفتی بعد میشه چی؟ خجالت، شرمندگی، دست به دست زیارت کنی گناه، آغوشش کنی گناه، بوسش کنی گناه، خوب باز دیگر کار کنی با از او گناهی وزنین تر. بنابرای یک حدیث ده، یک روایت عزیزا میگن من حفظ نفسه هذه الاربعه فقد احرز دینه. هر کسی که خودش از این 4 چیز، از نگاه با شهوت، از فکر کردن درباره زنی نامحرم، از رفتن برای واخوری با زنی نامحرم، با دختری نامحرم یعنی بیگانه، از صحبت کردن با او خوش نگاه داره، این آدم دینشه محافظت کرده است. فقط خیخا گوشتی خوگه که وقتی که 3 بار شوشتی، بعضی میگن 3 بار شوشتن خیلی تاگ میشه، بعضی به دیگران 7 بار میشویی، 1 بارش با بخاک میشه که طاهر میشه، دعوای اوقات هم کنه خوردن میگیره. یا بار اول 1 بار خاک کردی یا خاکستر کردی شویش، و 6 بار دیگه او گردان کنه پرتایش، میشه طاهر، اوقات کرده خوردن گرفت. خب در یک موعظه همین شما گفته که انا مولهایی که آدمای کتابی میکشن خورده میشوه، در بار دیگه میخواستم که 10 بارش 10 بارم که خواهی هم گپی من همینه که اهل کتاب طعامش حلاله بچم، گوشت گوسفندش، گوشت گاوش، گوشت مرغش حلاله بچم. شما میگن که این مگزینا همین مگزینا رو در نظر بگیرید. خوب فرق نداره. من گفتم من کاری من نیست کدام مگزین نه، من چیزی که خدا گفته علما بوده هوی میگم که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. اگه این مگزینای شما بودگی ای کدام نوع کتابی هست، تو این خود جستجو کیو. اگر کتابی های مسیحیش باشن، کتابی هایی که به بیبلشان و به عیسی باور داشته باشن، از همون دولت ها باشه، همین آیت کلمه در همش داخل است. لیکن این گوشتایی که در مگزین ها هست از کافرای باشه که اونا نه به بیبل ایمان دارن نه به عیسی، مثل من هندوستان و مثل یپانی و خیتای سرا حرام است بشم. اینم آخه من ندانم، من کتابی کار نکرده باشم، بچی خوش رو خوب اگر تقوا کنی از همین هم پرهیز کنی، ماهیش خوره، مسکش خوره، دیگهش خوره، تقوا بهترین چیز است. ولی لباس تقوا ذالک خیر. لیکن اگر رفت ضرورت تا نام محتاج، به فکر من این رو دیگه ضرورت نداره. در تمام شهرهای روسیه مسلمان ها هستن، بوز و گاو و گوسفند کردگی هستن. ما در کجا هستیم برای خاطر ما بوز کشتی سادیم. ببین در همه جا معلوم میشه که هست دیگه، احتیاجی به ما ضرورت نداره بچم بخیر. اگر رفتون لبا من مسجد گوشتی حلال بوده، بنابراین اگر ضرورت نشه و نخوره. لیکن بسیار که ضرورت شده دایگونجی است که دیگه یافته نمیتونه به گوش مثلا کسل میشه و یا دیگه حالتی ضرورت شوه، این صورت ما را حرام نمیگیم. ما حق حرام گفتن نداریم، چرا خدا حلال گفته باشه. اما انیق گوشتایی که از دولت‌های کافری میبیا، مشرکا مثل بود پرستا و اینها کمونیستا و یا حرامت، مثل از کوبا، مثل از خیتای، مثل از ژاپن، تایلند، هندوستان مثلا، اینا به حرام میشن. خدا نگه دارد. بابایشان در ماه رمضان در حوض آبازی کردن روزه را مشکند یا نه نمیشکنه بشن. خواه در حوض آبازی میکنی، خواه در دریا آبازی میکنی، خواه دوش میکنی، فقط احتیاط کنی که همین دهن رو بینید آب ندارایه. خب که باشه ای گوشت آب درایی روزه نمیشکنه.
و بنی عزیز زیر پشمها موها میدرا و این روزه رو نمیشکنه من غیر المصام. فقط همین دهن بینیتان احتیاط کنین درای شد. بنابر در ماه رمضان اگر بسیار حرارت کنید درست دارن در یا حوض درایت نمک سلقین شوی این گردن تا پایان استیبون برای لباساتون پوش رفتن گره. حدیثات رسول اکرم یک کس صحابه ها رو دیدن که خیلی ناراحت شده، یا لباس خنک در تنشان در آب تر کرده چسباندن. با که نداردین این گپی شما در بعضی کتاب هست، لیکن اون اصل نداره. اون گپی بعضی فتواهای متشدد است. بابایشان من 4 سال باز زکات میدهم، خوشا به حالت، خداوند مال تو ثروت زاید کند و قربانی میکنم. اما سال گذشته به پدر و مادرم 2 گوسفند را از نام خودتان قربانی کنید گفتم. آن قربانی که پدرم و مادرم کردن از سر من خلاص می شود. اگر شما در اینجا خانه در نداشته باشه، در اونجا باشه، اگر خطی پدرتان یا اینجا دسته شما در اینجا هسته، اینجا خانه در داره نداره، فقط خودتان تنها هسته خیلی باشه. هم پدر و مادر همجا کرده، شما از ما حساب میشه میشن. هم فرستاده شما خدا خواهیم هم اهل عائله در یک گوسفند شریک میشه. در ما خاندان 10 نفر هم باشن، بچه و کلینا صحابای رسول یک گوسفند میکشن، از همش حساب میشید. در فقه سنت این هست، کتاب ذبایح نگاه کنید. داملا حضرت داملا خوجین ما عروس است. وقتی که ما نماز میخوانیم او التماس میکند که به رای او هم دعا کنیم. آیا این ممکن است؟ آره ممکن است. در حقشان دعا کنیم. خدا اگر من صاحبی خوجین ما را نگه دار، عمری درازش ده، فرزنداش اهل توفیق کن، هدایتش کن. این از همه مهم دعا کنه که خدایا هدایتش کن، به اسلام مشرفش کن، کارش کارش ده برکت، از آفتا نگهش دار. این دعا را در حقش کنه بشم. بابایشان یک کس به شما نیکی کرد، در عوضش نیکی کنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقتی که شما رو دوست می‌داره، شما رو یاردم میکنه، از شما التماس دعا میکنه، دعاتان در حق وی دریغ نداری بچم. بابایشان من یک سوال دارم. من در شب خوابم 3 مرتبه خانه خدا را زیارت کردم. جوابش چی میشه؟ خیلی خواب خوش دیدی جوانی خوب، خوشا به حالت. در خواب زیارت کردن خانه کعبه، زیارت کردن قرآن، زیارت کردن پیغمبر خدا، زیارت کردن علماها، دوستای خدا، این نشانه سعادت است. بازم میگن خوشا به حالت، انشاءالله آینده خوبی داری جوانی خوب. لیکن تاکید کن با شیطان فریب بود نکنه، یکن کارهای حرام دروی. بابایشان در حق پدر و مادرم دعای خیر کنید. خداوند پدر و مادرتان نگه دارد که مثل شما بار این فرزند خوب تربیت کردین، سلامتشان دارید. شما را خدا نگه داره که آینده بچه هاتان شما را به خوبی یاد کنند، در حقتان دعا کنند. ایشان نورالدین جان خداوند شما را و اهل بیت شما را از جمیع بلاها و آفاتان نگه دارد. در حق من و همسر من که چند وقت است بیمار است دعا کنید. خداوند شما را، خاندانتان و ینگه عزیزان خدا شفای کامل تید. این قسم در حق پدر و مادرشان التماس دعا کردین. خداوند اکن میگم شما مولم بر وقته حرز دینه. لیکن اگر برای کار باشه، مثلا بغلطیرتان است یا خوجینتان است یا خریدار است یا همسایه است، از درستی احوال پرسیم کیف سسید میگی با که ندارم. بابایشان مرد خواب دید که زن خود را طلاق داد و این خواب را به مادرش گفت. زنش از خانهش رفت. بعد از 1 ماه باز زندگی دارد. درست کرده زندگی کنه، طلاق نمیشه. در خواب آدم هر کاری هم که کنه، اگرچه بعدی بیدار شد خواب به یک کس نقلم کنه، طلاق نمیشه بچم. رفع القلم عن 3 رسول اکرم میگه از 3 کس قلم تکلیف برداشته شده است. یکی از شخصی که خواب است، در خوابش مثلا کلمه کفر هم که گوید، در خوابش یک بت سجده هم که کند کافر نمیشه، در خوابش زنش مثلا طلاق هم که کنه طلاق واقع، در خوابش من شیطان میفریبش میگه از زن که زنا میکنه، این زنا حساب نمیشه. این خدا برای من مؤاخذه نمیکنه. بچم یکش برای پگاهی مونه بچم
السلام علیکم بابایشان، کدوم شما را در این شهر سنت پتربورگ خیر مقدم می نماییم. بعد سوال دارم، شخصانی که پولهایشان در بانکن یا اینکه در کسی قرض دادن چگونه باید زکات دهند؟ در بانک بودگان حتما زکاتش هر سال میتیند، یعنی که بانک و کی خواهی میگیری و رنگی دایه خزینه بجاش میکنید، خزینه در اختیار خودت از کی خواهی میگیری و بنا هر سال زکاتش میدی. اما کسانی که قرض داده، همون آدم قرض دادگی تان اگر بای باشه کی که روی پول تان طلب کنید دادن قدرتش باشه و هم هر سال زکاتش میدی. اما یک آدم داده که قرضدار است یا کمبغل است یا که دار دو آدمی به عقیده است و به خوف از ترسی مردن نداره نمیتید، این صورت زکاتش نمیده تا که پول تانو نگیره زکاتش نمیده. وقتی که گرفته خواه 2 سال پسای خواه 3 سال پسای همون 1 سال آخرش میده خلاص. با حکم کسانی که در رمضان و یا در پیش علماها نماز میخوانند و از نظر دین مبین اسلام چیست؟ در آخر در حق بیماران و به فرزندان دعا کنید. خدا همتان عزیزان من شفات دید و نگهبان شد و مهاجران را. خوب این منافق میگم چند وقتی که در پیش علما نماز میخوانند در جای خلوت نماز نمیخوانند و این منافق میگن. خدا منافقا رو دوست نمیداره، خدا منافقا رو سخت عذاب میکنه. باید بنده خدا باشه، باید برای خدا عبادت کرد. خدا همیشه همراه ما و شماست در کجایی که نباشیم. این یک دویمی که اینها ریاکار حساب میشن، پیش مردم نماز میخوانند جای خلوت نماز نمیخوانند. خدا این تو نماز ریاکاره رو در روشان میزند. نماز ریاکاره رو خدا قبول نمیکند عزیزان من. بنابراین کسانی که اگر همین اخلاق داشته باشند هوشیار شوند که اونا سخت فریب میخورند. اونا با یک ذات روپرو شده ایستادند که وی شوخی رو نمی بردارد. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. بنابر روز قیامت ریاکارا که می خستیند در پیشگاه خدا، پیش ملاحات و پیش مردم نماز میخوان جای خلوت نه، پیشگاه خدا می رفتیند خداوند سیاست خطی میگفتن برو ثواب نماز از همون کسی گیر که در پیشش به خاطر خرسندیش نماز خواندی. یا الله خدا پناهی وقتی که از خدا این تو جواب میشنویم. نبا هوشیار شوی بچم. نماز 4 رکعت است یا 2 رکعت است، مشکلی نداره. بسیار اگر مردگی باشه لااقل همون فرض خانه بسیار من سلفی های خدا زده باری. اما بے پرواگی نسبت نماز. خدا در قرآن کسانی که در نماز سهل انگاری میکنن چی میگوید؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز شهادت نامه مسلمانی است. نماز رازی بنده مومن با خداست. نماز رابطه مخلوق با خالقش است. نماز چراغ گور است. نماز بیرق اسلام است. نماز حجت و برهان مسلمانی است در روز قیامت در مرافعه سودی. خلاص نماز بلیت درآمدن بهشت است. نماز فرق بین مؤمن و کافر است. العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة. نماز است. بنابراین بازم میگه عزیزان درباره نماز بے پرواگی نکنه. خب اگر بسیار کارتان ضرور باشه، بسیار اگر خسته باشه، لااقل فرض چه خانه بعد از آن خاربه، بعد از آن اخفای کارتان شوه. و الا پیغمبر شما چی میگن؟ و قرة عینی فی الصلاة. رسول اکرم هم مثل شما بارین تشویش زیاد داشت. و سردار دولت بود، و سردار قوه های مسلحش بود، و سردار اداره های تقسیم صدقات و زکات بود، و بالای این سردار عائله بود، و بالای این شوهر بود، بالای این پدر مهربان بود، بالای این پیر مرشد بود، بالای این امام مسجد بود، بالای این برای عائلش کار میکرد. با وجود همین قدر مسئولیتی وزنین در بالاش نماز ترک نمی کرد.
نسبت نمازش به پرواگی نمی کرد. و حضرت حبب الی من دنیاکم ثلاث، از دنیای شما خدا به من محبت 3 چیز در دلم جا داد. 3 چیز خدا محبتش در دل من از اختیارم بیرون جا داده است. من به اختیار خودم این 3 چیز دوست نداشتم، خدا محبت اینا رو در دل من پیدا کرده است. یکی نماز است. رسول اکرم آنقدر نماز دوست می داشتن، حتی گاه حضرت عایشه مادر ما میگه پیغمبر خدا بیمار شدن، پاهای مبارکشان دیگه کار نمیکرد، دیگه قوت نمیکرد که حضرت راست نگاه دارد، راست ایستاد، پاهاشان کم قوت شد، ششتگی نماز شروع میکردن. حضرت عایشه مادر ما روایت میکنه 10 15 20 آیت که میموند با بزرگ میخستن راست، این 10 20 آیت میخواندن راست و بر رکوع میرفتن. نماز که تمام میکردن میگفتن عایشه در زندگی انسان که اگر نماز نباشد در این زندگی هیچ خیری نیست. ببینید پیغمبر چی گفت؟ زندگی که در وی نماز نباشه این زندگی نیست. مگر جوانایی که به نمازن خیال میکنن زندگی یا زندگی است، وی زندگی حیوانی است، وی زندگی شهوانی است، وی زندگی غافلانه است، وی زندگی از خدا دور است، وی زندگی حسرت است. رسول خدا میگویند عایشه وقتی که در زندگی انسان نماز نباشد در آن زندگی خیری نیست. بعد از این رسول اکرم چند روز پس وفات کردن. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند جنت برای نمازخوانها آماده کرده است. ببینید سوره مومنون خداوند وصف بهشتی ها رو میکند که 10 صفت دارن بهشتی ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفت اولشان نماز میخوانند، نماز با خشوع میخوانند، نماز با عشق با خدا میخوانند، نماز به خاطر رازی با خدا میخوانند، نماز به خاطر آن میخوانند که این پیشانی زیباشان در زمین مونن و سبحان ربی الاعلی گویند خدا جان تو دوست بداری که من پیشانیم در زمین مونم و تو رو یاد کنم، تو از این خرسم میشی. نماز برای میخوانند خاشعون. آخرشان خدا چی میگه؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. آغازی صفت بهشتی ها را به نماز کرد، آخرش هم انتهاش هم به نماز تمام کرد. ثانی به مکافاتشان اعلان کرد اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. از این آیه معلوم شد که نماز مهمترین رکن اسلام است. در نماز بے پرواگی شما جوانای عزیز، شنوندگان این نوارها در هر گوش و کنار عالم باشه، در نماز بے پرواگی شما سبب غفلت شماست، سبب فریب خوردن شماست، سبب در دام شیطان مبتلا بودن تان است، سبب آن است که دل شما در تصرف شیطان است. و الا نماز رسول اکرم تا قرة عینی فی الصلاة، روشنایی چشم من نماز ای. یا الله یا الله. نماز به این حد در اسلام مهم است که اگر راست ایستاده نتانه ششتگی خوان. حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه بیماری وزبین بودن، حضرت خبرگیریش رفتن گفتن عمران نماز راستا خوان، اگر راستا خوانده نمیتونی ششتگی خوان، مثل که من این داده شد، مثل قدی التحیات. اگر این تام ششته نمیتونی چارزانشین خوان، اگر این تام ششته نمیتونی بالای استلدشین و به اشاره خوان، اگر این تام نمیتونی خواب را یا پرک پاد دراز کنو نماز خوان. اما اجازت ندادن، اما حضرت رخصت ندادن که خیلی تو کار دو وزبین است یا تو کسی لیمیانو در میکنه نماز تا نخوان نگفتن. ببینید از مثل 80 فائزی از صحابه های رسول اکرم، شمس الدین ذهبی در کتاب الکبائرش میگوید
کسانی که قصدن نماز نمیخوانند، این قصدن، البته یگان عذری باشد از خاطرش میبره، یا مثلا در پاییز میمونه یا در وگام میمونه یا کاری وزبی میبره نمیتونه، یا یگان خسته میشه خوابش میبره میخیزه که دیر شده، اینا نه. قصدن دانسته نمیخواند، باز گناهگار هم خوش حساب نمیکنه، با پروا هم نداره، با زیق هم نمیشه. 80 فائز صحابه رسول اکرم اینا را حکمی به کفر کرده. با علی هم پرسیدن کسی نماز نمیخوانه چه؟ حضرت فمن لم یصلی فهو کافر. ابن مسعود هم پرسیدن حضرت فمن لم یصلی فهو کافر. یا الله. ابن عباس هم پرسیدن حضرت همین سخن گفتن. بنا با بچهای خوشرو بازم میگم نسبت نماز، الله در جوانی نماز لذت دارد، در جوانی طاعت خدا لذت دارد. گفتی عبدالرحمن جامی در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل، در جوانی حرکت کن، در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل، میوه به نقصان بود چون از درختی نوبر است. درختی نوبر میوه های کلان کلانی به عیب خوشرو میتیه، بازار در نرخش 10 سوم و 15 سوم و 20 سوم است. درختی که سالش رفت 10 ساله و 15 ساله شد، مثل مستفید 70 و 60 ساله بارین. میوهش هم پوچوله است و میدک است و کرم خورده است، بازار بری یا 1 سوم میگیرش یا 2 سوم. طاعت جوانی مثل ان همون درخت نوبر میوهش است، خریدارش بسیار است. طاعت وقت پیری مثل همون درخت پیر است که میوهش قیمت ندارد. خوب به شرطی که با به پیری رسیم. عزیزان من الان این دادره که حالی گفتن شهید شد که میدونه چند ساله است، اگر جوان باشه چی حسرتی است. لیکن نمازخوان باشه انشاءالله شهید است، شهید خدا، مقام بلند در جنت میتید. خدا پدر و مادر شد، همسر داشته باشد، همسر و برادر داشته، صبری جمیل تید. به پیری رسیدن گمان است. حضرت مولوی ما و شما رو میگوید مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم، به بوی پیری چندین نوجوانی، برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادایی که به طاعت بمیری، ز نخل باغ عمرت بر نگیری. به فرض گر رسی در پیری ای یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار. بنابرای بچه عزیز نماز شام مکن نزدیک شده، انشاءالله این مکتوبایی که اینجا جمع کرده دست ملا طاهر میتیم اینجا میسته. با فقط نماز است من همراه شما هستم، با 10-15 دقیقه صحبت میکنم. این مکتوباتان جواب با یگان مکتوب دیگه هم داشته باشه بیاری دادن گیره. خب چند کش دانم میگم کنوش که ندانم با داملای خدا نمیجه است با میابم میتینتم. و همین صحبت امروزی خدا به پایان میرسانم. از روزی که مسجد بسته شده بود این تو صحبت طولانی اکنون کردم، دیگر صحبت طولانی نداشتم. خداوندا همه شما را نگه دارد. این انبوه زیاده که به خاطر شنیدن سخن حق آمده، شاید بعضی شما را جای کاراتان خیلی دور بودگیست، مسافه های طولانی را طی کرده آمده. شاید بعضی شما الان حالا گرسنه است، غذا نخورده آمده. خداوندا این محبت تان ده اجر و پاداش دید. خداوندا این قدم های زندگی تان ده خب ثواب در آخرت نصیب کند و در این دنیا تن صحتی و خاطر جمعیت. خداوند رزقاتان فراخ کند و بار دیگر دعا میکنم هر مقصودی که داشته باشه خدا رسانتان. آمین یا رب العالمین. در حق ملا طاهرم، در حق حاج عبدالقادرم، در حق دیان بیگم، در حق عبدالستار خیش ما که انشاءالله با من مسابقه بوده پسر بچهش خطی با میرفتین و اینا که سبب آمدن ما اینجا شدن، تشویش ما در گردن این هاست. و همه کسانی که دیروز در وغزل در واخری ما برآمده محل صحب من نتانستم با شما واخری کنم، شما آزار یافته، از همتان عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام. خداوند همه تان نگه داره، خصوصا اینا رو پروردگار خیخواه گوشتی خوگای
که وقتی که 3 بار شستی، بعضی میگن 3 بار شستن خیلی تاک میشه، بعضی به دیگران 7 بار میشویی، 1 بارش با بخاک میشکی طاهر میشه، دعوای اوقات هم کنه خوردن میگیره. یا بار اول 1 بار خاک یا خاکستر کنی شویش، و 6 بار دیگه او گردان کنه پرتایش میشه طاهر، اوقات کرده خوردن گیره بشن. خب در یک موعظه همین شما گفته که انا مولهایی که آدمای کتابی میکشن خوردن میشود. یا بار دیگه میخواستم که دهمی بارش 10 بارم که خواهی هم گپی من همینه که اهل کتاب طعامش حلاله بچم، گوشت گوسفندش، گوشت گاوش، گوشت مرغش حلاله بچم. میگن که این مگزینو همین مگزینو رو در نظر خوب فرق نداره. من گفتم من کاری من نیست کدام مگزین نه، من چیزی که خدا گفته علما بوده هوی میگم که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. اگه این مگزینای شما بودگی ای کدام نوع کتابی هست تو این خود جستجو کیو. اگر کتابی های مسیحیش باشن، کتابی که به بیبلشان و به عیسی باور داشته باشن، از همون دولت ها باشه، همین آیت کلمه در همش داخل است. لیکن این گوشتایی که در مگزین ها هست از کافرای باشه که اونا نه به بیبل ایمان دارن نه به عیسی، مثل من هندوستان و مثل ژاپن و خیتای اون سرا حرام است بشم. اینم آخه من ندانم، من کتابی کار نکرده باشم، بچی خوش رو خوب اگر تقوا کنی از اینا هم پرهیز کنی، ماهیش خوره، مسکش خوره، دیگهش خوره، تقوا بهترین چیز است. ولی لباس تقوا ذالک خیر. لیکن اگر رفت تو ضرورت تا نام محتاج، به فکر من امروز دیگه ضرورت نداره. در تمام شهرهای روسیه مسلمان ها هستن، بوز و گاو و گوسفند کردگی هستن. ما در کجا هستیم برای خاطر ما بوز کشتی سادیم. ببین در همه جا معلوم میشه که هست دیگه، احتیاجی به ما ضرورت نداره بچم بخیر. اگر رفتون لبا من مسجد گوشتی حلال بوده، بنابراین اگر ضرورت نشه و نخوره. لیکن بسیار که ضرورت شده دقیقاً اونجا هست که دیگه یافته نمیتونه، به گوش مثلا کسل میشه ویتون یا دیگه حالتی ضرورت شوه، این صورت ما حرام نمیگیم. ما حق حرام گفتن نداریم، چرا خدا حلال گفته باشه. اما انیق گوشتایی که از دولت‌های کافری میبیا، مشرکا مثل بود پرستا و اینها کمونیستا و یا حرامت، مثل از کوبا، مثل از خیتای، مثل از ژاپن، تایلند، هندوستان مثلا، اینا به حرام میشن. خدا نگه دارن. بابایشان در ماه رمضان در حوض آبازی کردن روزه را مشکند یا نه نمیشکنه بشن. خواه در حوض آبازی میکنی، خواه در دریا آبازی میکنی، خواه دوش میکنی، فقط احتیاط کنی که همین دهن و بینید آب ندارایه. خب که باشه ای گوشت آب دارای روزه نمیشکنه و بنی از این زیری پشمها موها میدرا و هم روزه رو نمیشکنه من غیر المسام. فقط همین دهن و بینید تان احتیاط کنی درای شد. بنابراین در ماه رمضان اگر بسیار حرارت کنی درست دارن در یا حوض درایه دمک حلقین شوی این گردن تا پایان استیبون برای لباساتون پوش رفتن گره. حدیثات رسول اکرم یک کس صحابه ها رو دیدن که خیلی ناراحت شده، یعنی لباس خنک در تنشان در آب تر کرده چسباندن، با که نداردین. این گپی شما در بعضی کتاب هست، لیکن اون اصل نداره. اون گپی بعضی فتواهای متشدد است. بابایشان من 4 سال باز زکات میدهم، خوشا به حالت، خداوند مال تو ثروت زاید کند و قربانی میکنم. اما سال گذشته به پدر و مادرم 2 گوسفند را از نام خودتان قربانی کنید گفتم. آن قربانی که پدرم و مادرم کردن از سر من خلاص می شود. اگر شما در اینجا خانه در نداشته باشه، در اونجا باشه، اگر خطی پدرتان یا اینجا دسته شما در اینجا هسته، اینجا خانه در داره نداره، فقط خودتان تنها هسته خیلی باشه. هم پدر و مادر همجا کرده شما از ما حساب میشه. هم فرستاده شما خدا خواهیم هم اهل عائله در یک گوسفند شریک میشه و در ما خاندان 10 نفر هم باشن، بچه و کلینا صحابه رسول یعنی یک گوسفند میکشن، از همش حساب میشید. در فقه سنت این هست، کتاب ذبایح نگاه کنیدان داملا حضرت داملا خوجین ما عروس است. وقتی که ما نماز میخوانیم او التماس میکند که برای او هم دعا کنیم. آیا این ممکن است؟ آره ممکن است. از در حقشان دعا کنیم. خدا اگر می صاحبی خوجین ما را نگه دار، عمری درازش ده، فرزنداش اهل توفیق کن،